با سلام. بعد از ظهر یه روز زمستانی در حالی که هوا ابریه، مسیر حرکت دوربین کنترل محسوس رو از ول جنوبی به شمالی بزرگراه صیاد شیرازی انتخاب کردیم. امیدوارم با راهنمایی‌های انجام شده شاهد تخلف‌ترین بزرگراه اصل بزرگراه سرعت گیر چه کار میکنه؟ درزه سواری کردنی بزن کنار آقا، نگه دار لطف کنید مدارک بدید. بفرمایید. ممنون. چه کار شده جان سرمانا؟ جان سرمانا چه کاره؟ اجازه بفرمایید. بله؟ اجازه بفرمایید. چه کاره بابا؟ شماره ماشین میخوام یادداشت کنم. اجازه بفرمایید. شما سه مورد خراب شد. بله. اولا که ما تمام شهر ورده شما بودیم. شما 240 کیلومتر سرعت داشتید. بعد در ضمن کمربندم نبسته بودیم، لاینا هم بدون چراغ راهنما داشتیم رد می‌کردیم. تمام این تصاویر رو ما دوربینمون گرفته. جان سرمان 240 تا جان سرمان ببخشید معذرت می‌خوام سوال خدمت شما داشتم. الان باشه صورت شما شطرنجی هم تو دوربین. این زیاد مهم نیست. شما 240 کیلومتر داشتید خلاف کنید. تصاویر رو گرفتیم، اگر اعتراضی داریم بریم بهتون نشون بدم. نه ولی ما خود تو یه لاین مراتب 240 تا شما 240 تا خودی جلو ما بگید خودی بگیرید دیره. بله. رای معمولی ماشین شروع جلو بگیرید خود 240 تا. ماشین هستین کنترل ماشین. این چند تا فیلم می‌کنه؟ این ماشین مدارک شما، این ماشین مال بود. جناب سربان، لطف کنید ماشین رو هدایت کنید گاراژ. ممنون. گاراژ بود چی؟ بفرمایید. برو چی به گاراژ؟ بفرمایید لطف کنید. جان تا بعد خودتون. بعد چیکار شده؟ آقا خلاف کردی دیگه. بابا خسته مورد خلاف. بابا چی گاراژ؟ بابا جان مریض ما برو بیمارستان شل نکنید کارو خود ما. آقا هدایت کنید گاراژ. بابا جان مریض خلاف کی رو جریمه میکنه؟ شاید نمیشه. نمیشه. جان سلام. نمیشه. بعد جوری حساب نه بابا چی لازم؟ بفرمایید. جان سلام. جناب سربان لطف کنید. ما تمام نکنیم پول الان هر گاراژ مرام هر چی مایی جریمه به شما و میگوید چجوری خودی ماشین جلو ما بگیرید. شما به اون کاری ما فکری به چیز این ماشین چوری جلو لطف کنید بیاین ماشین هدایت کنید گاراژ. اورانیوم میره بلکه نگاه کنه بابا گاراژ نبرید ما توضیح میدم با شما. با شما توضیح میدم. آقا شما خلاف کردین دیگه. بابا خلاف چه جرمیام چه خلافه کی رو جریمه کنیم ولی بریم ماشین بریم گاراژ. 240 کیلومتر شما سرعت داشتید. خود 240 ما خود چوری شما خود 240 تا جلو ما کشیده. شما چند تا رفته؟ کمربندم نزده بودی. لاینا هم بدون چراغ راهنما. شما چند تا رفته؟ شما 250 تا جلو ما میگرفتید دیگه. این ماشین چند تا راه میره؟ کنترل محسوسه. این چجوری ماشین راه میره؟ شما خودت الله 240 تا سرعت خودی جلو اون بگیرید ها؟ جلو اون ماشین این چند تا راه میره؟ جان چرا؟ وقتی صحبت کن خود شما چجوری خودی 240 تا سرعت جلو ما بگیرید؟ جان چرا؟ بابا وقتی من از خود دفاع کنم سریع مدارک بریم ماشین بیچاره من پیاده کجا برم؟ عزیز من شما دفاعی نداری. حداقل مرتا پاسگاه خوب ببره. بفرمایید سوار ماشین. چه ماشینی 240 تا بره؟